ملت اسب دوست و صاحب ذوق تاجیک از دوره‌های اول دولتداری برای چابکتر و زیباتر نمودن ذات اسب کوشیده در تمثال اسب‌های باختری، تخاری و ختلانی یک داستان عبرت‌انگیز سرنوشت اسب ملی خویش را آفرید. امام علی رحمان. یزدان پاک چون اسب را آفرید ندا کرد: تو میان دیگر موجودات زمین برگزیده و ارزشمندتر خواهی بود، زیرا که تو از محبت مالک زمین برخورداری. داستانی اسب. اسب جانوری زیبا با فراست و نیرومند و چست و چالاکی با تمام هستیش به انسان رام گردیده در همه شیب و فراز زندگی یاور و دوستی وفاداری او بوده و خواهد ماند. ملتی که هم بنیاد تاجیک را نیز از ازل این جانوری زیبا همراهی کرده و تا امروز وفاداری و مهری بی پایان خود را نسبت به آن نشان داده است. خلق تاجیک از دوران قدیم به پرورش و نگاه و بین اسب مراغ بی اندازه داشته توانسته اند ذات اسب‌های تاجیکی را به وجود آورده مشهوری عالم گردانند. به عقیده اکثر مورخان هزار سالها باز اسب چون همراه و دوستی وفادار در پهلوی انسان قرار داشته خدمت او را از سری صدق به جا می آورد. آن را در بین قوم و قبایل مختلف با محبت، فرس، تفسن، تیزتگ، گامزن، زرین نعل، بادپای، زرین یال، آتشین نعل می نامند و دوست می دارند. چطوری اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در اثر خود تاجیکان در آینه تاریخ از آریا تا سامانیان می نویسند. اسب‌های باختری گهواره نخستین دولت و دولتداری تاجیکان را به جنبش آورده در تشکل تمدن و دولتی توانای باختر و سود خدمتی ارزنده کرده. باختری قدیم، تخارستان و خوتلان وطن اسب‌های خوشزاد، چابوک و دوند و زیبا و قوی پیکر اعتراف شدند. اسب‌های باختری، تخاری و خوتلانی از یک ریشه و ذریات بوده دیرتر در زمینه پدید آمدن دولت تخارستان و خوتلان در حدودهای باختری قدیم با این نامها مشهور گردیدند. مؤلفان عهد قدیم اسب‌های این سرزمین را به ذات اسب‌های آسمانی یا اسب‌های آبی منسوب دانسته از نیروی ایزدی و قدرت الهی بهره گردیدن این جانوران را ذکر نمودند. در حقیقت هرگاهی که نمایندگان قوم و ملت‌های بیگانه به خاک مقدس وطنی تاریخی ما قدم می نهادند و چشمشان به ذات اسب تاجیکی می افتید،
شیفته و شیدای آن گردیده از تماشایش دل کندن نمی توانستند. هر پهلوان آرزو می کرد که به آن سوار شده قابلیت، هیبت و عظمت این جانور پرقوت را در توانایی و شکوه و جلال آن دریابد. باعث افتخار است که ملت تاجیک بعد از 1000 سال باز صاحب دولت صاحب استقلال خیش گردیده با راهبری خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، تاریخ و ارزش‌های ملی مردم تاجیک دوباره احیا شدند. در این ردیف رشد و پیشرفت ساحه اسب‌پروری نیز استثنا نیست. در نتیجه زحمت‌های چندین ساله عالمان تاجیک و متخصصان اسب‌پرور، سال 2002 از طرف کمیسیون بین المللی همچون ذاتی مستقل خاصه اعتراف گردید. امروزها تجربه از حساب اسب‌های کلان جثه و زیبا و پرقوت بهتر نمودن ذات اسب‌های تاجیکی نیز وسیع مورد استفاده قرار دارد. تشکیل مسابقه های اسب دوانی با شرکت بیواسطه سرور دولت گواهی آن است که دولت و حکومت کشور به این ساحه اهمیت خاص ظاهر نموده، روز تا روز برای بهتر گردانیدن ذات اسب‌های تاجیکی اقدام و تشبس‌های نو و نو را روی کار گرفته، بهر عملاً اجرا گردیدن آنها مسئولیت بزرگی را به دوش دارند. از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان قبول گردیدن برنامه رشد ساحه اسب‌پروری برای سالهای 2009-2016 ادامه منطقی در حیات تطبیق نمودن اقدام‌های نجیبی پیش گرفته سردار دولت و حکومت کشور در سمت رشد ساحه اسب‌پروری در جمهوری تاجیکستان می باشد. نشیند اگر شود نوری رویش مرا زیب و فر، شود نوری رویش مرا زیب و فر، چو او تخت زیبه نباشد دیگر، نباشد بدرده چو او چارگر،
علم فن بود در بهایی همه علم فن بود در بهایی همه علم فن بود در بهایی همه علم فن شد او سزاوار تخت با تاجیک خندید خورشید بخت با تاجیک خندید خورشید بخت نمکدان میلاد کفی دست اوست کس قدردانی از این آبروست و کس قدردانی از این آبروست دلش سواران چه آینه است که سرچاری مهر بکینه است پیر توسی اگر این زمان سخن را با وصفش همه داد جان سخن را با وصفش همه داد جان قلم داد میکرد از این سرنوشت کرد کیشت زینا تخمی مانی همه کرد کیشت همه کرد کیشت با بنیادی قصره خشتی سخن کند بند و شیدا دلی انجمن بسا خوش به عالم که این آبرو چو کوه است دیگر کردگار بکردی نصیبم چون شه سوار بکردی نصیبم چون شه سوار شه سوار پرورش اسب و گرفتن نسل تکاورهای خوشزاد و بیدوی جنگی در باختری قدیم یکی از عملهای پسندیده نیاگان تاجیک بوده است. امام علی رحمان.
سیاهی چشمش سیاهی شب، سفیدی گردش چو صبحی طرب. فراخوانده بر خود شب و روز را، نداند جهانی تب و سوز را. چو اختر فروزان به آن مردمک، ز امید فردا رساند درک. همه زیب عالم به چشمان اوست، که شامش همیشه چو صبحی نکوست. نگاهش به تفسیر اگر که شنوفت، نباید که با شک از آن حرف گفت. نظر کردنش را صداقت بدان، به فهمش رسیدی به جز این مخوان. همه در که معنی از آن سر کشد، ترازوی چشمش جهان برکشد. هوای نگاهش چو آب است نرم، نگاه غرق گردد به دنیای شرم. فروزان شود گرد و چشمش بناز، گشاید زبانی نگاهش راز. در این حال گویی شکوفت چو گول، دو دریاست چشمش نگاهش چو کوه. نظر افکند گر به اطراف خویش، دو چشمش بگوید ز جمع و پریش. شناسد عدو را به نیمی نظر، از او دوست باشد کنار از خطر. هر آنگه که بیند بداندیش را، بگیرد از او دورتر خویش را. صداقت به اصلش ز چشمش عیان، به خود فعل دیگر ندارد نهان. همه هستیش را نگه رازگو، بود ظاهر از باطنش بازگو. تو رمزی نگه را بیاموز از او، به هر آنچه بیند کند گفتگو. رگی سرخ چشمش خطی سرحد است، به نیکان نکو و بدان را بد است. به بالای گردن چو بر تیغ کوه، زند پنجه گویا که شیری شکوه. شمال از دو سویش پریشان کند، هوای و هوس را وطن جان کند. گهی قبضه قبضه به چنگال باد، دو گیسوی دختر بیاید به یاد. شود شانه شانه چو مژگان به چشم، کند باد رشکش تبادل به خشم. به چشمت نماید گهی چون قفس، به گردن ز دو سوی یادی فرس. تو گویی که این دم به چشم ماهی است، ضیافت بخوانی که آن شاهی است. زمین تا نیابد ز سنبش ضرر، کشاید زیالش بدو بال و پر. شود پست و بالا به وقتی شتاب، زند موج یال و دمش همچو آب. به هنگام باران ببینی اگر، شود قطره باران به یالش گهر. و یا قطره قطره به هر تار یال، بود مهر چشمی به زنار یال. فرس هم نماید اگر گردنش، و یا قد بسازد به سوی تنش. به ساقی عروسان بود یال موی، نگرداند از دیدنش چشم روی.
دمی یک کبافش به چنگال باد، به وقتی دویدن شود بالی باد. گهی چالبندی برقصیدن است، در او چرخ زن را گهی دیدن است. کند راز افشا به هر تار مو، به بالی که همدم بود بهر او. دمی ریب گشتن چو شمشیر زن، بدوم حیله سازد بدون بال تن. به دشتی فراید اگر از دره، دمش آورد یاد از شرشره. بود باد بیزک به اندام اسب، خیالم شده مار هم رام اسب. رسد پایگه را اگر پیشتر، دمش مثل پرچم زند بال و پر. دمی بوزکشیش زند اسب خیز، بیتابد چو آتش دمش لخشجریز. گهی دار بازو گهی مار باز، گهی مثل شاهین گهی مثل باز. دیگر دم نباشد به آغوشی باد، بود نودهی گول بری گوشی باد. اصلا هم از پای باختری و هم از پای تهاری و هم از پای خوتلانی از یک ریشه و زوریات بوده. دیرتر در زمینه پدید آمدن دولت تخارستان و خوتلان در حدودهای باختری قدیم به این نامها شهرت یافتند. به قول باخترشناسان حدودهای ختلان و قوبادیان، حصار و تیرمیز، وشگرد و بدخشان، سوغد و سمرقند، بخارا و مرو تا کناره های توس و نیشاپور و سرخس و قلمرو باختری قدیم، سپس خراسان و ماوراء النهر منصوب بوده. وابسته به هنگامه های تاریخ، ملک های کنارتری آن گاه از دست می رفتند و گاه به این دولتی توانا از سری نو همراه می شدند. هرچی هم نباشد، مرزهای بلخ و خوتلان و قوبادیان چون دیدی این دولتی توانا شهرت داشت و در همه امتحان و آزمایش های تلخ و شیرین تاریخ هم قسمت و هم تقدیر بودند. امام علی رحمان. سومش گرز رستم به یاد آورد، زمین را به ضربش به داد آورد. وجودش بچرخد به جومستیش، سراپا نشاند همه هستیش. دو پا را کشاید چو دستی دعا، نگهبان خود را بخواند ثنا. گهی با اشاره سمش را چو موشت، فشاند به آنی که شوقش بکوشت. چو طبعی فرس را کسی خیره کرد، به سومش بکوبد زمین را به درد. اگر ریزه ریزه قدم وا کند، سومش با قدم جا مراسا کند. بساییدنی سنگ راهش بنل، شرر بر جهیده درخشان چو لعل. شود پاگذاریش اگر سرسری، صدای سومش را مگو جز دری. بود چرس چرسی صدایش چو ساز، چو سازی که باشد عجب دلنواز. مغنی چنین ساز باید نواخت، که در صوت ضربش بود برد و باخت. به هنگامی حرب دویدن فرس، به سومش ندارد زیانی به کس. دیگر هرچی گویم زی سومش کم است، فرس پرور است آنکی خوب آدم است. آیید به خوش ذاتی و دوندی اسب‌های سرزمینی باختر،
علل خصوص خوتالان از قیدهای سیاحان، مؤرخان و لشکرکشان و جغرافیدانهای عهد قدیم میتوان معلوماتهای جالب پیدا نمود. مورخ یونان قدیم کیتیسی از مهارتی از سواری و تیراندازی جنگاوران باختری و هنگام دوی از پیکان انداختن آنها روایت می کند. مؤلف اثری کرپیدی کسینوفوند عصر 4 تا میلاد روایتی را در بابت اسب‌های تیزتکی سکاییان ذکر نموده است که بیشک اسب‌های خوشزاد باختری یا خوتالانی را به یاد می‌آورد. شاه فارس در تکاورگاهی ایپادرام پایگاه اسبان را پیش گرفت که در آن خلق‌های گوناگون سوار اسب‌ها گرد آمدند. درازی راه اسبریز 5 استادی می آمد. چون پایگاه سر شد، کدام یک سکایی جوانی پیش گذشت و همراهانش تا نصف راه نرسیده اون مره را پیمود. شاه فارس به سواره سکایی بر عوض اسبش حاکمی ملکی را تکلیف نمود، ولی سواره سکایی در جواب گفت که این اسب به جوان مردانی جسور می‌زیبد. امام علی رحمان به میدان حربش که جولان کند، زی سر عقل آدم پریشان کند. به گردن بگیرد همه بار حرب، به آهنگ حربش بود صوت زرد. چو گردن مقامی هوایش بلند، از او صفحه صفحه بخوانی تو پند. چو گیسوی دختر بری گردنش، بیالش فزوده فری گردنش. به هر تاب خوردن فلک تاب خود، تو گویی زیالش دلش آب خود. به گردن فشاند فرس یا لگر، به جای شبی روم نماید سحر. به لمسش بیابی از او روح نو، بدان سان که او خوب بگیرد ز جو. کند مالشی موی مهرش زیاد، به ناگوش دختر بیاید به یاد. بلندی گردن تنومندی است، که آن تکیه‌گاهی فرهمندی است. اگر رو بمالی به موی تنش، دهی گر تو ساییش بری گردنش. تو را قوتی نو فزاید از او، چونین قوت دارد فقط خوب رو. اسب‌های باختری نسبتاً ریز جثه و پربرداشت بوده، سراولاد اسب‌های تخاری و خطلانی به شمار می رفتند. تفسیر و تکمیل علمی این قضیه را به متخصصان واگذار نموده. همین را می افزاییم که تاریخی پدید آمدن و تشکل و تکامل یافتن ذات اسب‌های باختری، تخاری و خطلانی زینه‌های پی در پی یک ایوالوسیوی عجیبی بیولوژی را فرا می‌گیرد. امام علی رحمان خمی گردنش را به بالای پا، به مانند کنده بود تکیه جا. فری جلوه هایش از آن سر شود، دل از جست و خیزی فرستر شود. سپر باشدش آن به وقتی نبرد، به حربش نباشد چو احساسی درد. رقیب از فشارش بود در گریز، به آن راه کشاید به هنگام خیز. از آن ضرب قوت فشاند فرس، کشاند تنش را به مانند خس. چونین تکیه‌گاهی به بالای ساق، دیگر عضو باشد در این اتفاق. به تعبیر نامش که صغرین بود، خطی سرحدی او تگیزین بود.
جلای همه موی او چشم رس، به دل زنده سازد هوای و هوس. چو مرمر جلایش که پرپر کند، فضای نگه را منور کند. کسی را نباشد به جان حوصله، و یا غم به قلبش کند ولوله. به سغرین بمالد کفی دست خویش، به خود باز آید ز حال پریش. ز آن قوه گیرد چنانچه ز برق، به دریای نیرو ببینیش غرق. توانی فرس را همین است جان، تنومندی از آن بیابد نشان. تجلای سغرین اگر وا شود، فلک را به ماهش چی دعوا شود. نگه را ز چشمان چو دریا کشد، ز شاداب نازش کسی گر چشد. توان در وجودش چی جان می کند، دو پهلوی سغرین عیان می کند. ترازوست گویی دو پهلوی آن، همین بار کشاند نشانی توان. مورخان و جغرافیدانان عصر نوده عرب، استخری، مقدیسی، یاقوت، ابن هردادبه و دیگران هنگام توصیف نمودن ولایت‌های ختلان دایر به اسب‌های خوشزاد و زیبای ختلانی ایستاده می‌گذرند که بیشتر چابوکی، دوندی و پرطاقتی این اسب‌ها را ذکر نمودند. موافق روایت ابن هردادبه، اسب‌های ختلانی از ذات اسب‌های آبی رویانیدند. او قید می‌کند که در ختلان حوض با نام نازگل وجود داشته است که در آن اسب‌های آبی زندگی می‌کردند. هنگامی که اسب‌های گله پادشاه به این حوض برای آب نوشی می آمدند، این اسب‌های آبی با مادیان‌های گله پادشاه جفت شده و درآمیخته ذات اسب‌های دوند و کیستک ختلانی را به میان آوردند. امام علی رحمان. به او سربلندی اصالت بود، توانایی اش را کفالت بود. سرش سوی بالا و یا خم کند، وطن اوزها را منظم کند. پس آن ره بگیرد به سوی هدف، دو چشمش درخشان به مثلی صدف. تمامی حوادث از او پیشتر، نباشد دیگر را به خوبی خبر. در او وحی بر سر رسالت بود، به فهمش رسیدن زحالت بود. به جایش اشارت که با سر کند، حدی قوتش را مقرر کند. به سر در نبردش چو سیلتو زند، به هر سو خودش در دوادو زند. دو گوش است گویا دو جامی شراب، ندارد خمارش بدیل سر حساب. به جان می ستایم تنی اسب را، قد و قامت و روی دلچسب را. به وقتی دویدن بود دل ربا، وزان دنب و یالش چو بادی صبا. حضوری تماشا بجویم بدو، تماشاگهی و من و آب جو. سر و گردنی او به بالای تن، بود منبری که بگوید سخن. به
آهنگ شیهه میهان است راز، به هر معنی افشا بسازد نیاز. کشد شیهه مطلب بگوید به کس، زند شیهه ناگه غرور است و بس. کشد شیهه فارم به هنگامی صبح، درود است بر شام از نام صبح. به آهنگ شیهه بود ذکری خیر، ترنم نماید به کس فکری خیر. به تفسیر شیهه بود جا به جا، مرتب صدا و منظم نوا. دمی خیز کردن زند شیهه مست، ز شیران تو گویی گرفته است دست. شود زینه زینه صدایش بلند، که عکسی صدایش بود دلپسند. به معنی دیگر تنینی صدا، غروری رقیبش نماید فنا. رسد شیهه او به گوشی فلک، به آن عکس آید ز دوشی فلک. به آهنگ شیهه کشد باری تن، به میدان حربو به دشت و دمن. به تاب و توانش چو از مغز جان، زند شیهه از دل کشاید نهان. در جهان امروزه پایگاه و مسابقه های اسب تازی یکی از نمودهای خیلی پسندیده ورزش به شمار می رود و اسب های خوش‌ذاتی کیستک و دوند با نرخ خیلی گران خریداری می شوند. بعضا نرخ اسب های در مسابقه ها غالب آمده از صدها هزار تا میلیون ها دلار می رسد. مثلا چند سال پیش الگل نام اسب ذات انگلیسی با نرخ 16 میلیون دلار آمریکایی خریداری گردید. می توان گفت که با این مبلغ امروز 5000 ماشین پر اقتدار خریدن ممکن است که نیروی محرک هر کدام آنها به 100 قوه اسب برابر می باشد. امام علی رحمان همه زیب و زینت به اندام اسب، منقش نمودیم بر نام اسب. بود ذات ختلی از آغاز این، که مثلش نباشد و ما چین و چین. همه عاشقش شد ز روزی ازل، که این عشق گشته است ضرب المثل. به زور و توانش نکردند شک، هماهنگ بودش به چرخی فلک. کسی مهمان شد به ختلان اگر، ز اسپان ختلی سخن کرد سر. قد و قامتش را چنان می ستود، که آتش به دورش نمی کرد دود. شنیدند قصه چو از نازگول، ز اسپان ختلی گرفتند تو. سمندان آبی از این سرزمین، به شاهان عالم بگشته قرین. سمندی کسی که از این نسل بود، به او پیک نصرت چو جان وصل بود. هرچند مقامی است در قرن 20 کاهیده، جای آن را وسایط قلی‌تر و مساعدتری سواری و بارکشانی اشغال می کند. این عمل خدمت تاریخی اسب‌های باختری را در تشکل تمدن و دولتداری تاجیکان کم کردن نمی تواند، زیرا این یک زینه نوبتی پیشرفت جامعه بوده به آیین‌های سپاهداری و
لشکر آرایی، زندگی شهرنشینی، بنیادی استحکام و قلعه های مدافعوی، گستریش تجارت و سودا، کشاده شدن راه های نوی کاروانگرد و صدها عمل نیک مساعدت نمود. امام علی رحمان. حدیثی اسب. حدیثی فرس را اگر در مقام، چسان وصف سازم نگردد تمام. به افصاف او گر سخن سر شود، به او جانوری کی برابر شود. به طلعت نگاری چو او خوبتر، محال است امری شود سر به سر. به سحری وجودش نه آرند شک، به دورش بچرخاند چرخی فلک. به عصری که گردون زمین را شناخت، به عصری که آدم ز آهن بساخت. به عصری که انسان برآمد به ما، برآمد به ماه و گشاده است راه. فرس بی بهاتر ز هر دوره ماند، ورا آدمیت مقدس بخواند. کسی داشت اسبی به درگاه اگر، ز نحسی و قحطی نبودش اثر. وفاداریش را ستودن کم است، وفا در وجودش چو یک عالم است. صفاتش در این ره بود بی بها، سرشتند او را ز خاکی وفا. به جان دوست دارد نگهبان خود، ز جانش نداند کمی جان خود. به چشمی مروت زیان می شود، به مرگی نگهبان فنا می شود. به هر یک نگاهش ز حال سریشت، بود حرفی خوانا خطی سرنوشت. چو او با صداقت بباید که زیست، رهی ننگ و عارش پرستیدنیست. چنان مهر دارد به پیوند جان، سری مو ندارد ز کینه نشان.